سلام، امروز با معرفی یکی از بزرگترین مدل‌های تلویزیون‌های جی پلاس در خدمت شما هستم، یعنی مدل 75 اینچ LQ921S که میتونه انتخاب بسیار مناسبی برای طرفدارهای سایزهای بزرگ باشه. دیدن فیلم و سریال، بازی کردن و حتی تماشای برنامه‌های ورزشی در چنین ابعادی میتونه بسیار لذت بخش باشه. این تلویزیون از تکنولوژی QLED یا کوانتوم دات برای نمایش رنگ‌های خودش استفاده میکنه. کوانتوم دات ها ابعاد در حد نانو دارن که وقتی بهشون نور میتابه رنگ‌های بسیار غنی و خالصی رو از خودشون ساطع میکنن. رزولوشن اولترا HD و البته ظرفیت نمایش بیش از 1 میلیارد رنگ رو هم بهش اضافه بکنید. نکته مهم اینه که پشتیبانی از تکنولوژی HDR یا های داینامیک رنج هم در این تلویزیون وجود داره. بنابراین بهترین کیفیت تصویر، رنگ و جزئیات رو میتونید ازش انتظار داشته باشید. این مدل سایز بزرگ هم از نوع تلویزیون‌های هوشمند برند جی پلاسه. وقتی میگیم یه تلویزیون هوشمنده یعنی دو تا قابلیت داره. اول اینکه قابلیت اتصال مستقیم به اینترنت رو دارا هست و دوم اینکه قابلیت اشتراک گذاری محتوا با گوشی‌های هوشمند اندروید و آیفون رو داره. طبیعتاً وقتی این تلویزیون قابلیت اتصال به اینترنت رو داره باید دارای سیستم عامل باشه. سیستم عامل این مدل از نوع اندروید 9 هست، یعنی شما میتونید تعداد بسیار زیادی اپلیکیشن، بازی، پلتفرم‌های مختلف رو روش نصب بکنید و با حافظه داخلی 16 گیگی که داره نگرانی تعداد اپلیکیشن هاتون نباشید. برای اینکه بتونید از سیستم عامل هوشمند دستگاهتون و سایر امکاناتش به راحتی استفاده بکنید، احتیاج به یک ابزاری مثل این کنترل هوشمندی که تو دستای من هست دارید. این کنترل هوشمند با قابلیت موسی شکلش بهتون این امکان رو میده که اپلیکیشن های مختلفتون رو انتخاب بکنید و از فضای هوشمندتون لذت ببرید. البته داخل پک این دستگاه 2 عدد ریموت کنترل وجود داره. یک عدد ریموت کنترل استاندارد ساده که برای استفاده های معمول هست و یک عدد کنترل هوشمند موسی شکل که استفاده از فضای هوشمند رو براتون امکان پذیر میکنه. برای اینکه بتونید محتوای بین تلویزیون و گوشی اندروید یا آیفون خودتون رو با هم به اشتراک بذارید، احتیاج به دستیار هوشمند جی پلاس دارید. اپلیکیشن ایشیر یا دستیار هوشمند جی پلاس قابل دانلود از پلی استور یا اپ استور هست. حتما این کار رو انجام بدید. بعد از اون گوشی و تلویزیونتون رو به یک مودم و یا اینکه تلویزیونتون رو به گوشی هات اسپات شده خودتون متصل بکنید. بعدم اپلیکیشنتون رو باز کنید و از امکاناتش که در ادامه به طور کامل توضیح میدم استفاده کنید. خب من دستیار هوشمند جی پلاس یا همون اپلیکیشن ایشیر رو برای گوشیم نصب کردم. گوشی من اندروید و از طریق پلی استور این کارو انجام دادم. گوشیمو هات اسپات کردم و تلویزیون متصل هست به گوشی من. تنها کاری که کردم اینه که اپلیکیشن رو باز میکنم. اولین کاربردی که میخوام بهتون بگم تبدیل شدن گوشی هوشمند شما به در واقع کنترل ماجیک تلویزیون هست. یعنی حتی اگر نخواید از کنترل ماجیک تلویزیون استفاده بکنید، میتونید گوشیتون رو به راحتی تبدیل بکنید به کنترل هوشمند تلویزیون و از امکاناتش بهره ببرید. یه قابلیت بسیار کاربردی دیگه دستیار هوشمند جی پلاس انتقال اپلیکیشن های تلویزیون به صفحه گوشی شماست. همونطور که میبینید من تمام اپلیکیشن های تلویزیون رو روی صفحه گوشیم دارم و روی هر کدوم که بخوام کلیک میکنم و روی صفحه تلویزیون هم فعال میشه. اما این تمام ماجرا نیست. شما میتونید با استفاده از گوشیتون روی نوار سرچ براوزر کلیک بکنید و علاوه بر اینکه کیبورد رو روی صفحه تلویزیونتون مشاهده میکنید، اون رو روی گوشیتون هم باز بکنید، سایت مورد نظرتون رو تایپ بکنید و به وبگردی مورد نظرتون بپردازید. یه قابلیت خیلی دوست داشتنی توی تلویزیون‌های هوشمند و به خصوص دستیار هوشمند جی پلاس امکان میرور کردن صفحه گوشی بر روی اسکرین تلویزیونه. شما میتونید با استفاده از این دوتا گزینه‌ای که پایین اپلیکیشن قرار داره، گزینه میرورینگ رو انتخاب کنید تا صفحه گوشیتون به طور کامل روی صفحه تلویزیون میرور بشه. البته این قابلیت به صورت برعکس هم برقراره، یعنی شما میتونید صفحه تلویزیون رو به روی اسکرین گوشیتون میرور بکنید. اونم فقط با کلیک بر روی گزینه تیوی میرور صفحه تلویزیون رو روی گوشیتون میبینید و کانتنتی که از تلویزیون در حال پخش شدنه بر روی گوشی شما نمایش داده میشه. یه زمانایی ممکنه شما دلتون نخواد که تمام صفحه گوشیتون بر روی تلویزیون میرور بشه. شاید فقط دلتون بخواد یک عکس، یک ویدیو یا موزیک رو بر روی تلویزیونتون پخش بکنین، اونم به دلخواه خودتون. ایرادی نداره. در نوار بالای اپلیکیشن ایشیر دستیار هوشمند جی پلاس میتونید بر روی گزینه ایمیج، میوزیک یا ویدیو کلیک بکنید، گزینه مورد نظرتون رو انتخاب بکنید
نهایی سازیش بکنید و اون رو بر روی صفحه بزرگ تلویزیون مشاهده بکنید. اما یک خبر خوش برای دارندگان گوشی آیفون، اونم این هست که برای میرور کردن گوشیتون روی صفحه تلویزیون دیگه حتما احتیاج ندارید از اپلیکیشن ایشر استفاده کنید. فقط میتونید با استفاده از اپلیکیشن آی میرور و فعال کردن امکان اسکرین شیر بر روی گوشیتون صفحه گوشی رو برای تلویزیون میرور بکنید. اما یه نکته بسیار مهم اینه که در تمام مدل‌های تلویزیون‌های برند جی پلاس قابلیت DVB-T2 وجود داره. یعنی تمام شبکه‌های دیجیتال داخلی به صورت خودکار دریافت میشه و حتی تمام شبکه‌های HD رو هم بدون نیاز به ست-تاپ باکس اضافه‌ای دریافت می‌کنید. علاوه بر تمام ویژگی‌های مهم و کاربردی که براتون توضیح دادم، این مدل دارای ویژگی‌هایی مثل ضبط بر روی حافظه خارجی، طراحی نازک LED، CPU 4 هسته‌ای و بسیاری امکانات دیگه هست که در سایز 75 اینچ ارائه میشه.